مسئله یک باره به گناه دست زدن بعد از روزه است. یعنی بعضی علما میگن از علامت های قبول نشدن روزه و عبادت تو در رمضان این است که پس از اتمام رمضان یا خاتمه یافتن رمضان یک باره به گناه دست میزنی. یک باره رمضان که تمام شد تو باز به همون بدبختی خود برمیگردی. خیلی گفتم به بینمازی، به بیهودگویی، به بیهوده چیزها تماشا کردن و چیزهای دیگر. این از علامت های بدبختی یا قبول نشدن دعا هست. اما صفت صالحین و پیامبران این است که عمل صالح انجام میدادند، بعد از این دعا میکردند که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار را از ما قبول کن این عمل ما را. پروردگار ما محتاج قبول عمل از تو هستیم، البته که تو شنوا هستی به دعاهای ما و دانا هستی به عملهای ما. و آثار صحابه ها یا روایت صحابه ها هست که تا 6 ماه صحابه ها دعا میکردن که پروردگار عبادت های در رمضان کرده ما را اجابت کن. پس عزیزان نباید مغرور شویم که من در رمضان خیلی روزه هم گرفتم، نماز هم خواندم، پایبند مسجد هم بودم، دیگر من اکنون از پای دنیا میشم. الله اعلم که عبادت کدام از ما قبول شد. پس از رمضان هم باید دعا کنیم، خاکساری کنیم و اصلا یک باره به گناه بر نگردیم که این علامت بدبختی و حتی علامت اجابت نشدن عبادت های ما هست. چون وقتی عبادت ها اجابت می شود، وقتی پروردگار از بنده هایش دعا و عبادتش را قبول می کند، آن عبادت ها اشاره یا گفتم یکی از علامت های اجابت آن عبادت ها این است که شما دیگر نمی توانید به گناه برگردید. چگونه که یک بیمار اگر از یگان خوراکه خیلی اذیت شد و بیمار شد و شفا یافت، دیگر به آن اصلا بر نمی گردد که همین سبب بدبختی من بود یا سبب بیماری من بود. انسان های صالح هم بعد از ترک گناه و عبادت دیگر به گناه بر نمی گردند که این یکی از علامت های قبول عبادت آنها هست. پس از رمضان در دعا باشیم که الله عبادت های ما را قبول کرده باشد و اصلا مغرور نگردیم و بر دوام عبادت های میکرده خود را بکنیم.